روز گذشته در تالار مشورتی مهمانخانه شرکین بخشیده به 24مین سالگرد روز تاسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان کنفرانسیا برگزار شد. در این چهاربینی سربازان و افسران ماندگان شعبه کارهای داخلی، بخش جوانان، ورزش و سیاحی، کارمندان مقامات محلی اشتراک نمودند. قید کرده شد که مسئله تربیت نمودن جوانان در روحیه وطندوستی و میهن‌پرستی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی، فراهم آوردن شرایط مساعد به جوانان همیشه در مد نظر رهبریت دولت قرار دارد. امسال در تمام هموقته در طول 25 سال دوران صاحب استقلالی جوانان ما زیاد جوانان ما صاحب معلومات میانه کسبی و عالی شدند و قسم زیادی آنها در مملکت‌های خارجی کشور تحصیل کرده ایستادند و فکر می‌کنیم داننده چند زبان هستند و زبان‌های خارجی را بغیر از زبان دولتی می‌دانند و در شهر ما نیز گیرندگان استیپندی پرزیدنتی 9 نفر و 50 نفر جوانان بالیاقت گیرنده استیپندی رئیس شهر هستند و یک چند مرتبه با محترم رئیس شهر واخوری فعال جوانان تشکیل کرده شده بود و فکر میکنیم که این نیز از آن دلالت میدهد که مقامات اجرای حکومت دولتی شهر ترسنزاده رهبریت و امروز مهمانان که در اینجا اشتراک دارند تمام مقامات های قدرتی نسبت فعالیت شما، نسبت زندگانی نامه شما، نسبت کار و پیکار شما به طرف نیستند. شما باید از هر یک لحظه استفاده بوده دانش خود را، ملکه خود را، زیرکی خود را زیادتر نموده شکرانه صلح و وحدت، شکرانه آرامی و آسایشتگی کشور کرده با یک روحیه بلند خودآگاهی و خودشناسی، میهن‌پرستی و وطن دوستی این دولتی که همگی 25 سال دوران استقلالیت و بسیار موفقیت‌های بی‌نظیر در تمام ساحه‌ها ما نایل شدیم کمر همت بندید چونکه آینده کشور در دست جوانان، در دست شمایان است. همچنین قید کرده شد که ضمن ارائه پیام خویش 22 دکبر سال 2016 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر باوری خویش را به سازندگان و آبادکاران وطن، جوانان سعادتمند کشور بیان نموده تاکید داشتند که باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند، تشبس‌های سازنده پیشنهاد نمایند، رمزهای دولتی، مقدسات ملی و دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنند. جوانان باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند، تشبس‌های سازنده پیشنهاد نمایند، رمزهای دولتی، مقدسات ملی و دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنند. در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان عزیز با دست و دل گرم و نیروی بنیادکارانه شرکت ورزند، امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری را حمایت کرده خود را از همه خوف و خطرهای نامطلوب جهان معاصر امن نگاه دارند و پرچمبرداران این سرزمین، مرز و بوم و کشور مقدس خویش باشند. باز یک بار دیگر میگم که گذشتگان ما هم اهل ادب بودند، بسیار فرهنگ بالا داشتند، بسیار مدنیت بسیار بزرگ داشتند. در مردم ما حقارت و تحقیر نبود، در مردم ما در گذشتگی ما زوراوری نبود و امروز روز رسیده است که البته 70 سال ملت تاجیک البته زیر نفوذ دیگر میاد و امروز وقتی که ما استقلالیت در دست داریم، وقتی که ما آزاد هستیم، وقتی تقدیر ما در دست خودیم است، وقتی که آینده دولت و ملت ما در دست خودیم است، ما باید بآموزیم آن پندهایی که گذشتگان ما گفتگی هستند از خود کنیم. باید نسبت یکدیگر بسیار مهربان باشیم، یکدیگر را دوست بداریم، همچو برادر، همچو خواهر، همچو دادر یکدیگر را دستگیری کنیم و چه خیلی که همون قصه کردم مانند یعنی حزبکش باید ما وطن را دوست بداریم که اگر در کار شود بر فرزند و پدر و مادر بگذاریم تا که دولت ملت ما باشد. اگر ما بگیم که نه ما باشیم وقتی که دولت نباشد غلامیم، وقتی که دولت هست ما مستقلیم، ما به هم میرسیم. برای همین البته امروز باعث خرسندی است که با دعوتی که امروز با تشبس حاکمیت محلی شهر توزونزاده با تشبس شعبه کار با جوانان و شعبه کارهای داخلی شهر توزونزاده که با دستور محترم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لتنانت میلیسیا رحیمزاده رمضان همراه
این چورابینی رو ما تشکیل کردیم و می‌دانم که شما دستگیری کرده آمدید، شما گروه پیشاهنگ هستید. در آینده ما مقصد و نیت‌های زیاد داریم که بسیارتر گروه پیشاهنگ و دیگر منطقه‌ها سفربر کنیم تا که از زندگی و عرف و عادت‌های دیگر منطقه‌ها آگاه باشند. ما کوشش میکنیم که در چنین چورابینی‌ها بسیارتر شما را دعوت کنیم تا که شعورناکی شما، تا که با این راه حس وطن دوستی و ملی شما باز زیاد نشد. من باوری دارم همه جا آمدن علاقه خودش این یک حس وطن دوستی داشتن شما را، یک حس خود آگاهی داشتن شما را علاقه انشاء برای همین جوانان عزیز باز یک بار دیگر مینتداری بیان میکنم و باوری دارم که در آینده هم ما کارمندان مقاماتی کارهای داخلی و تمام مقامات حزبی حقوق و مقامات محلی حاکمیت دولتی در شهر سوزنده کوشش میکنیم که همکاری با جوانان زیاد کنیم. ما کوشش میکنیم ای بین شما با فعالترین را انتخاب کنیم، بالاتر معرفی کنیم و با معرفی کردن داناترین، بهترین، جسورترین و داناترین شما ما مردم شهر سوزنده و شهری که قهرمان نام قهرمان ملی جمهوری تاجیکستان دیگه است ما این شهر معرفی کنیم. بعد مسابقه‌های ورزشی از قبیل تنیس روی میز، ششکه و شاهمات میان اشتراکداران صورت گرفت. مسابقه‌های شوق‌آور طی 2 ساعت ادامه یافت و بعد انجام آن از طرف شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده بخش جوانان ورزش و سیاحی تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. президенти кишвар дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон беҳуда таъкид накарданд ки бо назар дошти вазъи ҷаҳони имрӯза изҳор медорам ки мактабу маориф омили муҳимтарини амнияти миллӣ низ мебошад, зеро дар ҷаҳони пуртазоди имрӯза фақат насли наврасе ки дониш ва касбу ҳунарҳои замонавиро хуб аз худ кардааст метавонад дар оянда рушди босуботи иқтисодии кишварро таъмин намояд. дар ҳоле ки давлату ҳукумат ба шумо ин қадар эътимод дорад, пас шоёни ин боварӣ бошед. خود همین روز عکس‌های جوانان با نام ما پیروان پیشوای ملت و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار راهپیمایی دایر گردید. مقصد از دایر گردیدن چنین چاره‌بینی‌های عمومی و فرهنگی جلب جوانان به کارهای آبادانی، حفظ مرز و بوم کشور به شمار می‌رود.